من درباره شخصیت حضرت امیر چی میتونم بگم و کی چه میتوند بگد؟ ابعاد مختلفه ای که این شخصیت بزرگ دارد به گفتگوی ماها و به سنجش بشری در نمیاد. کسی که انسان کامل است و مظهر جمیع اسما و صفات حق تعالی است، ابعادش به حسب اسماء حق تعالی باید 1000 تا باشد و ما از عهده بیان حتی یکیش را نمیتونیم براییم. این شخصیت که جامعه تضاد است، امور متضاده درش جمع است، کسی نمیتواند در حول هوش او سخن بگد. از این جهت من در این موضوع بهتر میدانم که ساکت باشم.